آیا به دنبال صبحانه رژیمی برای لاغری هستید؟ اگر قصد کاهش وزن و یا لاغری دارید، باید از همون وعده غذایی اول روز یعنی صبحانه را به هیچ وجه دست کم نگیرید. در این ویدیو 10 تا از بهترین ایده صبحانه‌های رژیمی برای لاغری که بر اساس مقالات بروز و معتبر دنیا برای شما آماده شده را میگم. شماره 1: صبحانه اسموتی سبز. مواد اولیه این اسموتی شامل اسفناج، خیار، آووکادو، پیاز سبز، زنجبیل آبلیمو ترشه. میتونید به اون 1 قاشق روغن کنجد یا روغن زیتون اضافه کنید. همچنین این صبحونه باعث میشه به گوارش بهتر و حرکات روده شما کمک زیادی بکنه. شماره 2: تخم مرغ سرخ شده با سبزیجات. با سرخ کردن تخم مرغ در کمی روغن زیتون همراه با سبزیجات تازه مثل ریحون و پیاز سبز میتونید این غذای خوشمزه را سرو کنید و نوش جان کنید. شماره 3: پنکیک بدون گلوتن. این پنکیک از آرد برنج، آرد جو، تخم مرغ، شیر نارگیل و عسل استفاده شده. میتونید اون رو با میوه های تازه مثل توت فرنگی و تمش تزیین کنید و سرو کنید. این صبحونه به دلیل داشتن کمترین میزان چربی شکم مناسب برای رژیم لاغری و کاهش وزنه. ایده صبحانه بعدی بسیار خوشمزه و پرطرفداره. اما قبل از اینکه مورد بعدی رو ببینیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. شماره 4: ماست یونانی با میوه و آجیل. ماست یونانی رو میتونید با میوه های تازه مثل خرما و توت همراه با آجیلای مثل پسته و بادوم سرو کنید. این محصول دارای پروتئین بالاست که باعث افزایش سیری و کاهش سطح گلوکوز خون میشه. آووکادو توست. نون چاباتی رو با آووکادو پوره کنید و روی اون تخم مرغ سرخ شده، پیاز سبز و فلفل قرمز بپاشید. فیبر مناسب در آووکادو میتونه فشار خون و سطح کلسترول شما رو کاهش بده. شماره 6: پودینگ چیا با میوه. پودینگ چیا رو با شیر نارگیل، پودر کاکائو و عسل تهیه کنید و همراه با میوه های تازه مثل موز و تمش سرو کنید. دونه های چیا قراره در شکم شما منبسط بشن و به شما کمک بکنن تا احساس سیری زیادی پیدا بکنید. در نتیجه اون غذای کمتری بخورید و در نهایت وزن خودتون رو کاهش بدید. اگه تا اینجا از ایده های صبحونه های رژیم خوشت اومده و دوست داشتید، مورد آخر رو که خیلی خوشمزه و راحت هم تهیه میشه حتما دوست دارید. پس تا انتها این ویدیو رو ببین. شماره 7: جو 2 سر با میوه خشک. جو 2 سر رو با شیر سویا یا شیر بادوم ترکیب کنید و همراه با میوه های خشک شده مثل زردآلو و کرفس که سرشار از فیبر مناسبه مصرف کنید. شماره 8: املت فلفل دلمه‌ای. شما میتونید از 1 رنگ فلفل دلمه برای تهیه این املت استفاده بکنید، ولی برای زیبایی خواص بیشتر میتونید از 3 تا رنگ استفاده بکنید. گرانولا با ماست. گرانولا با ماست یونانی یا با ماست پنیری ترکیب کنید و به اون میوه های تازه اضافه کنید. راستی شما تا به حال کدومی که از این صبحانه ها را درست کردی و خوشمزه بوده و ازشون نتیجه گرفتی؟ کامنت ها حتما بهم بگو. مورد آخر رو که قولش رو بهتون داده بودم نون و پنیر و مرباست، اما به شرطی که مربایی که انتخاب میکنید شیرینی کمی داشته باشه و کالری کمتری بهتون برسونه. امیدوارم این ایده ها به کارتون میاد.